بهار آمد ابرهای پاره پاره بهار آمد ابرها را پاره مردک بهار آمد ابرها پاره مردک جان قدشما گفت زستن لبای زلیخا جونی من لبای زن لبای میگم همین شوای درست میشینه و مینویسه و مینویسه الهام بخشنده ای من زلیخا جونی من مردک جان شما این قدر زحمت میکشه شوای درست خواه نیسته آخر من کتاب می نویسم بعدی که ما گذشته رفتیم انا همین مردم به این کتاب های ما میدونید میراث میموند زلیخا جان میراث میمونه بعدی زیرفتنی حاضر من اول بهار ابر کتی بهار آمد ابرها گردیدن پاره پاره تو مردک چیکاره مردک این چیزایی که شما مینویسه یکون کس میخونه یا 6 کتاب نوشتم این کتابای نوشته است یکون کس میخرد یکون کس میخوند آیا همه چیز از زلیخا جان پول قطعی بر نکشید عزیزم آخر معنویات یک الهامی تازه شوهر شما آخی مردک دلم میسوزد شما شوای درست خواه نمیکنی مردک جان او من یاد میکنم شما من خواه نمیبره به شما دلتان میسوزد نمیسوزد باید که یوسفی گمگشته برای زلیخای خودش ایجاد کند او مردک لبای آخی من دلم برای شما میسوزم من میگم یک 2 ساعته خوره سر تونمون عصباتون آروم کنیم زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی ایرم تا من کیم کدام نوشتگی دیدی چه خیلی فکرهای من میبیاده میدونی بعضا وقت الهام مرا ساعتهای بعد 12 و 15 سراغ میکند نه برای همان عزیزم تو رفته کانتر دم گیر من حاضر میبینم اومای به شما خواه نمیبرم مردک جون شما 3 هفته یکی دامی جشتگی ایو می نویسه ایو ایجاد تو اینا نمیفهمی مرغی الهام در همینجا پرواز دارد اینه مرغی ندیدی مردک نه بای شما باید دختر روی شما اوجه در نظر تا مرغ دیده سه مرغی الهام وای به آدمی عادی نمی نماید وای به آدمی که ایجادکار است می نماید عزیزم ای توبه پسر ما از کار اومد یک بار درک شوید مایلش رام کنی بهار آمد سانتی بیا بچه جان بگیر السلام علیکم یه پسری دادا آمده واه پسری دادا کلی کارها نقص سلامتی حضور خواب نبوده شما من کجا خواب من تا دل شب میخل میشنم حالم نویستن البته میدونی چی خیرت آموز خیرتمندان آموزی دیدی میدونی رودکی میگه بای جوی مولیان آیت همه شعر استاد رودکی ها اکنون من چی کردم؟ چی کرده شما؟ مرا مرغی الهام آمد من نقیزه نوشتم نویستی شما لکه؟ نه بوی جوی مولیان آیت همه بوی تخمی ماکیان آیت همه این شعر بینی باور کنید نه شما زوره دادا جان ما با شما میفخرم با پیش همسیفم ولی میرم بچه جان شیرینم حاضر به شما کتی مادرتان من به مخلص بله آینده میلیون ها نفر من به یاد میکنن لیکن وای وقت دیر میشه چون که من میروم به دنیا لیکن یک چی آخرین وقتا یک چی می نویسم پگاه میبرم که الکه تا من کیم کدام دراز دستی کرده است من همیسو من یک شب نوشتم که برای مکتب بچه ها همین نویسم خانید و باز خانید مثلا همین من نوشتم خدا هم گفتم که همین مکتبا دا همه جا با چسبونن میبرم الکه لینین گفته که آدم همین چیزا تا من چی کرده است من دیدگی نه من نمیدونم که وای چه میخفتگی یا اینکه مثلا گیریم گفتم پس هر یک ماشین باید که ای ساربان آهسته ران باشد میبرم میبینم که الکی یا با کدوم پیشش ما برای همین از وهای پیشتر برام گفتم من دلی شب مرغی الهام قپیدنی میشم میدونید
مرغی لقمه میقپم میگم که مادر شما اومده مرا میقپم ما دادا جان خب. یک چیز نفهمیدم. چیه بچه جون چیه؟ شما این کتاب گرفته در این کتاب روبردار دارید؟ بچه جون دانوی من ای آدم میشود و ای کتاب نشود می. دلشاد جان میگم که همین دین قطعه شناشتگی کو همین دین تو همین حاضر مرا سختی بعد عاشق شدگی یه باور که خیلی عاشق باور که یکم بار دیدم دا مرد بار در اینمی چند سال حیاتم یکم بار خیلی عاشق شدم دا این مهربی محبت بی این شیرینی رو بی میدونید همین خنکی خورده سمونه که ما تر دوست میدارم گفته سان کو میدونی چی ای مهر زیاد ای محبت زیاد ای عشق زیادی رو کو میدونی ما برای تو ای آسمان ستاره میارم از در کار شوا فهمیدی ای یخ بس شمالی ای اتلانتیک کو یخ میارم تا دلشاد جان تو بسیاری بعد ما هر چی وعده نکو تو ما ای آسمان ستاره نیار ای چی یخ نیار تو برای ما دایت خدا بخیر ما هم قگیش نیم کی اوزی دلشاد میگه دلشاد کو دلشاد جانچه شما برای جیغ زنی جان دلشاد تاقو یه نی اینا تاقو اومده بیا پیش تاقو برا السلام علیکم سلام علیکم سوزی سلامتی نازا شما یا دیگه کارو نازا ایدیتی کارو سوزای تیجه تاقو چیکش چه سوزی خوبی دلشاد نازی شما خوبی سلامتی نازا تاقو ما خی سلام تاقو سلام علیکم سوزی نازی خوبه نازی تاقو سوزی سلامتی رجب اسمیرت منو رجب اسمیر نغزه سوزه شفی همیشه شما رجب اسمیرت شفی همیشه شما ده من رجبکا بشینیم باقی خدا من سوزه دیگه تمام نشه سلامت سوزه خدا تینجی خدا شکر شما نازه سوزه سلامت گوش کدی شو جان دای شوی تینجی یگام خدمت هست شو جان گوش کو گپ بسیار نکن نبای همین باغ ده شاو کی شد ما اینجا هستیم سلامت باشید راست میگم از خاطی این آدم شتی کیه ای کیه ای روسیگا بازی تاگو ما چی گازم شما مرا باور نمیکنی اکا چیه میدونی چی همین دختره که ما همین دیده بروار همین دیدم شو عاشق شدم همین شما باور نمیکنی میگم که همین دیدم عاشق شدم باور کنی خوشبوگی ببین همین دیدم این دوره های گوش کو این دوره های عاشقی را ما هم گذشتگی لیکن همین مدت کمتر نفهموته برای چی تاگو جان اما وقتی که عاشق شدی شب بود یا اینکه روز بود با فکرم شب